خط خبرها. واکنش امارت اسلامی به نگرانی‌ها درباره حضور داعش در افغانستان. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان شکست خورده و دیگر تهدیدی نیست. در افغانستان داعش خراسان همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای منطقه و فراتر از آن به شمار می‌رود. رهایی حدود 108 زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی. برخی از این زندانیان به کشور بازگشتند و تعداد دیگر در آینده نزدیک باز خواهند گشت. بندیخانو که پراته دی سوک پختنه نکی. تأثیر اندک قطع کمک‌های بشری امریکا بر وضعیت بشری افغانستان. وزارت اقتصاد میگوید که کمک‌های نهادهای غیر اماراتی به طور عادی جریان دارد. عام وګړو په ژوند باندې فوق‌العاده تاثیر درلوده. و تازه ترین حمله های اسرائیل بر غزه در سایه آتش بس. وزارت صحت غزه گفته که در این حمله ها 18 فلسطینی جان باختند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 در 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به نگرانی‌ها در شورای امنیت درباره حضور داعش در افغانستان واکنش نشان داد. او این نگرانی‌ها را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که در نبود نماینده امارت اسلامی در نشست‌های سازمان ملل، برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد امنیت افغانستان استفاده می‌کنند. گزارش از نسترن امیری. در پی نگرانی کشورهای عضو شورای امنیت در نشست روز گذشته درباره تهدیدات داعش از خاک افغانستان، امارت اسلامی اعلام کرد که داعش در زمان حضور نیروهای آمریکایی در حال گسترش بود، اما پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، این گروه به طور کامل نابود شده و مخفیگاه‌های آنها از بین رفته است. به گفته ذبیح الله مجاهد، نبود نمایندگان افغانستان در چنین نشست‌های باعث شده است که برخی کشورها بر اساس اطلاعات نادرست افغانستان را بی‌ثبات نشان دهند. وضعیت افغانستان باید از بسیار نزدیک بررسی شود و عاقبینانه زیر نظر صورت بگیره. در همچون نشست‌ها یک خوب افغانستان خودش حضور نداره که واقعیت‌های عینی را و پیشرفت‌ها را در اوجا مستند ارائه کنه. مشکل همی است دومی که معلوماتی که بعضی کشورها از افغانستان انتقال میتن به اساس معلومات نادرست یا گاهی وقت پروپاگاندامیز و حتی بسیار اغراق‌آمیز نقل میشه که نو افغانستان را تلاش میکنند به ثبات نشان بدن. شورای امنیت سازمان ملل ناوقت شب گذشته با وقت افغانستان نشست را درباره تهدیدات داعش برگزار کرد. الکساندر زایوف، سرپرست معاونت دبیرکل در دفتر مقابله با تروریسم، در این نشست هرچند به کاهش حملات داعش در افغانستان اشاره کرد، اما این گروه را همچنان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه دانست. در افغانستان داعش خراسان همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای منطقه و فراتر از آن به شمار می رود. اگرچه تعداد حملات انجام شده توسط این گروه کاهش یافته است، اما آنها همچنان توانایی پر کردن سریع صفوف خود را دارند، از جمله از طریق جذب نیرو به صورت آنلاین. از سوی دیگر، نمایندگان امریکا و چین در این نشست بر مقابله پایدار با هراس افغانی تاکید کردند. نماینده چین خواستار مقابله جدی امارت اسلامی با گروه‌های هراس افغان و تقویت همکاری‌های فرامرزی با کشورهای آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای شد. چین از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در مبارزه با هراس افغانی در کشور توجه جدی داشته اقدامات ملموس و مؤثر انجام دهد و با قاطعیت گروه‌های هراس افغان مستقر در افغانستان را نابود کند. چین از کشورهای آسیایی مرکزی و سازمان همکاری شانگهای در تقویت همکاری با افغانستان برای مقابله با تهدیدات فرامرزی حمایت می‌کند. تمرکز روزافزون داعش بر افریقا، تاب‌آوری هسته‌های آن در سوریه و عراق و تهدید مداوم داعش خراسان در افغانستان همگی بار دیگر ضرورت تلاش‌های پایدار و هماهنگ ضد تروریسم را برجسته می‌کند.
گسترش داعش به بخش‌هایی از غرب آفریقا و منطقه ساحل نیز موجب نگرانی عمیق است. پرداخت به وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در این منطقه مستلزم اقدام جمعی است و ما با سازمان‌های منطقه‌ای برای حمایت از این تلاش‌ها همکاری خواهیم کرد. ما همچنین بر تهدید ناشی از داعش خراسان در افغانستان و فراتر از آن تمرکز داریم. با وجود نگرانی نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت درباره تهدیدات داعش در افغانستان، افریقا، سوریه و منطقه ساحلی، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که رهبران کلیدی این گروه در پاکستان کشته یا زخمی شدند و داعش در آن کشور دارای پایگاه‌های آموزشی اند. وزارت امور خارجه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های این وزارت دولت امارات متحده عربی به مناسبت روز ملی خود حدود 108 زندانی افغان را آزاد کرده است. رئیس روابط عامه وزارت خارجه گفت که برخی از این زندانیان به کشور بازگشتند. به گفته او روند بازگشت ادامه دارد و تعداد دیگر نیز در آینده نزدیک باز خواهند گشت. گزارش از اناهیتا اندر. وزارت امور خارجه اعلام کرده است که در نتیجه تلاش‌های پی در پی این وزارت دولت امارات متحده عربی به مناسبت روز ملی خود حدود 108 زندانی افغان را از زندان‌های آن کشور آزاد کرده است. رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه گفته که برخی از این زندانیان به کشور بازگشته و روند بازگشت باقی افراد در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. این وزارت در خبرنامه افزوده که امارت اسلامی از همکاری دولت امارات متحده عربی و این اقدام انسانی استقبال می‌کند و اطمینان داده است که پیگیری پرونده‌های زندانیان افغان در خارج از کشور ادامه خواهد یافت. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي هدایت او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې د متحده عربي اماراتو د دولت مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت شاوخوا 108 تنه افغانان چې هلته بندیان ول آزاد کړل چې ځینې آزاد شوي افغانان هیواد ته راستانه شول. با این حال برخی از کارشناسان تامین حقوق افغانها در کشورهای میزبان را از مسئولیت‌های امارت اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که امارت اسلامی باید تلاش کند تا زندانیان افغان در کشورهای دیگر را حمایت و پرونده‌هایشان را پیگیری کنند. د چې څو کسه زندانیان د خطر څخه خوشي شوي دي دلته د امارت اسلامي یا د هر حکومت او هر هیواد تاریخي رسالت او مسؤلیت ده چې خپل ولس د دغو بدبختۍ او غمیزو څخه وژغوري، په خاصه توګه افغان ځورېدلی ولس چې په دې څو لسیزو کې ډېر ناروا جنایتونه د دوی په هکله ترسره شوي دي. نن د افغانستان خلک په زیاتره هیوادونو کې بې سرنوشته پراته دي، مخصوصا پاکستان، ایران او عربي بعضې ممالکو کې دوی په کلونو هلته په بندیخانو کې پراته دي. څوک یې پوښتنه نه کوي. د افغانستان اسلامي امارت چې دغه پریکړه کړې چې دوی به د بندیانو د پاره کوششونه وکړي چې هغوی خپل هیواد ته دلته راولي. گفتنی است که با وجود تلاش‌ها و پیشرفت‌های انجام شده هنوز هم ده‌ها تن از زندانیان افغان در زندان‌های کشورهای مختلف نگهداری می‌شود که به گفته مسئولان امارت اسلامی از وضعیت حقوقی و بازگشت آنان نظارت جدی جریان دارد. وزارت اقتصاد امارت اسلامی اعلام کرد که کاهش کمک‌های بشردوستانه امریکا تاثیر کمی بر وضعیت بشری کشور داشته است. سخنگوی این وزارت گفته که کمک‌های نهادهای غیر اماراتی همچنان به طور عادی جریان دارد. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. وزارت اقتصاد میگوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه‌ای که از سوی آمریکا تمویل میشد تاثیر اندکی بر وضعیت بشری افغانستان گذاشته است، اما روند کمک‌های بشردوستانه از سوی نهادهای غیر اماراتی به گونه عادی جریان دارد. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور میگوید که این وزارت در تلاش است تا با انکشاف سکتورهای اقتصادی زمینه را برای ایجاد شغل، سرپناه و ثبات اقتصادی خانواده‌ها را با همکاری نهادهای زیربط فراهم کند. اقتصاد وزارت د عامه هوساینې کارموندنې او اقتصادي ثبات لپاره یو شمېر پراختیایي سکتورونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره هڅه کوي چې د اقتصادي ودې او ثبات لپاره د اړونده وزارتونو او ادارو په همکارۍ د کور دننه د اقتصادي ظرفیتونو او عایداتي سرچینو څخه په ګټه اخیستو د زیربنای او اقتصادي پروژو د تطبیق زمینه برابر کړي. پیش از این نیویورک تایم گزارش داده است که پس از بازگشت دونالد ترامپ و کاهش کمک‌های خارجی آمریکا به افغانستان سوی تغذیه کودکان افغان به بالاترین حد در 25 سال اخیر رسیده است. در این گزارش آمده است که عوامل مانند زمین لرزه‌ها و بازگشت 2.8 میلیون پناهجو وضعیت را شدیدتر کردند. برنامه‌ها و پلان‌هایی را که اوچا سازمان ملل و برنامه‌هایی را که فعلا اجرایی می‌کنه
باید در نظر بگیرن که به مستحقین کمک بکنن و زمینه اشتغال به خانواده ایجاد بکنن. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی با اشاره به گزارش نیویورک تایمز در خصوص کاهش کمک‌های بشردوستانه افغانستان چنین میگویند: د مرستو د لړیو کمیدل مستقیما د خلکو په ژوند باندې خپل تاثیرات درلودل. هغه د کورنیو په ژوند باندې، د ماشومانو په ژوند باندې، د میرمنو او د عام وګړو په ژوند باندې فوق العاده تاثیر درلود چې ډیر متضرره په دغه برخه کې ماشومان او میرمنې وي. این در حال است که کمک‌های امریکا بیشترین تاثیر را بر بهداشت، تغذیه و امنیت غذایی افغانستان گذاشته است که به گفته آگاهان مسائل اقتصادی امارت اسلامی تا حد زیاد توانسته خدمات داخلی را ادامه دهد. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان. توافق آتشبس شکننده در غزه ادامه دارد، اما اسرائیل حمله‌های توپخانه‌ای خود بر مناطقی از این بارکه را از سر گرفته است. وزارت صحت فلسطین در غزه اعلام کرده که در تازه‌ترین حمله‌های اسرائیل دست کم 23 فلسطینی جان باختند. بر اساس معلومات این وزارت، ارتش اسرائیل بر محله‌های التفا و زیتون در شهر غزه و خیمه‌های آوارگان در جنوب خان یونس و المواسی حمله کرده و این مکانها را بمباران کرده است. این در حالی است که از آغاز اجرای توافق آتشبس در اکتبر 2025 تا کنون دست کم 529 فلسطینی جان باخته و بیش از 1406 تن دیگر زخمی شدند. هرچند شماری از رسانه‌های غربی از لغو مذاکرات میان تهران و واشنگتن در عمان خبر دادند، اما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا پس از ظهر روز جمعه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. به گفته آقای عراقچی، دولت عمان در فراهمسازی زمینه برگزاری این گفتگوها نقش داشته و جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های این کشور قدردانی می‌کند. بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت و از چهره‌های تاثیرگذار دنیای فناوری، سکوت خود در مورد آخرین انتشار پرونده‌های اپستین را شکست. گیتس در مصاحبه گفته که احمق بوده که با اپستین وقت گذرانده است. او در این مصاحبه گفته که از آشنایی با اپستین نیز پشیمان است. این در حالی است که اسنادی که از پرونده اپستین منتشر شده، نام گیتس در کنار نام چهره‌های سیاسی، فرهنگی و میلیاردرها به چشم می‌خورد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد خدا